را نکو که بندی میشی. امروز اوباما و بوش و دیگر کفار جهانی فرعون صفت را بد نگو که بندی میشی. امروز مسلمان را بیدار نکو که بندی میشی. امروز به طرف قرآن دعوت نکو که بندی میشی. امروز به طرف احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعوت نکو که بندی میشی. امروز به طرف مدارس دعوت نکو که بندی میشی. امروز دفاع از کیان حقیقی اسلام نکو که بندی میشی. چرا یکسره نمیگی که مسلمان نشو که بندی میشی؟ چرا یکسره نمیگی که با دین نشو که بندی میشی؟ چرا یکسره نمیگی که مؤمن نشو که بندی میشی؟ امروز چی کارهای را شروع کردین؟ اما جنگای فکری را از این طرف هم شروع کردن که تو جنگ فکری را برای مردم بیان نکو. در جنگای فکری امریکا را شکست نده، مردم را سر جذبات بیار که تو بندی میشی. ما امروز از بندی شدن هم نمیترسیم، از زندان هم نمیترسیم، از بندی خانه امریکا و بوش و اوباما هم نمیترسیم، از بندی خانه هایی که در افغانستان است. این به ما یک خنده هست. پل شرقی، بگرام، دیگر زندان هایی که است، از هیچ کدامش نمیترسیم. فقط شعار ما شعار حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه است که لا ابالی حین اقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ما اگر از بندی خانه می ترسیدیم، قسم به خدا که در خانه خود می نشستیم، هیچ طرفی حرکت نمی کردیم، مردم بیدار نمی کردیم. اگر امروز از دار می ترسیم، از خانه خود حرکت نمی کردیم. ما برای جهانیان چالش می دهیم که ما مردم شجاع و با غیرت هستیم. ما مردم افغانستان که درس عبرتناکی به روسیه داده بودیم که امروز درس عبرتناکی به امریکا و به متحدان امریکا ان شاء الله خواهیم داد. نهان اندر دو حرفی سر کار است، نهان اندر دو حرفی سر کار است. مقام عشق منبر نیست دار است، مقام عشق منبر نیست دار است. ابراهیمان ز یهودان نترسن، ابراهیمان ز کافران نترسن که عود خام را آتش عیار است. تا بکی در حجره ها سازی سخن، تا بکی در حجره ها سازی سخن. حرف حق در پیش یهودی بزن، حرف حق در پیش یهودی بزن. نه از کشتن، نه از بستن، نه از دار می ترسیم. ما از آن روزی که اینجا پا نهادیم ترک سر کردیم. مرگ بر امریکا، مرگ به غلامان امریکا، مرگ به جاسوسان امریکا، مرگ به طرفداران امریکا. زنده باد علمای حق، زنده باد مجاهدین راه حق. سامعین محترم، حالا مشاهده کردیم که وحی الهی در سرزمین الهی چه انسانها را برای جهان اسلام بلکه برای تمام جهانی بشریت تقدیم میکند. پارچه های تمثیلی خوب بسیار زیاد است، اما چون که وقت ضیق است فقط در آخر یک چند اشعاری علامه اقبال را میخوانم. خلاصه تمام اشعار این است که در دنیا اگر میخواسته باشی که زندگی بکنی، کامیاب شوی، این زرق و برق دنیا تو را فریب ندهد، این زیب و زینت و مزخرفیت دنیا تو را فریب ندهد. باید که متوجه وحی الهی شوی، قرآن را در آغوش بگیری. قرآن همچنانی که تو را امر میکنه که در میدان عمل بیا، باید که در میدان عمل بیایی. قرآن زمانی که تو را امر میکنه که در میدان دعوت بیا، باید که در میدان دعوت بیایی. زمانی که قرآن از تو میخواهد که در میدان جهاد و در میدان نبرد بیایی، باید که در میدان جهاد و نبرد ببرایی. این کسایی که باطل ها هستند اما پیراهن حق را بتن میکنن، میخوان که امت مسلمه را فریب دهند. پیراهن باطل اینها را از رویشان بردار و نقاب را از چهرهشان بردار تا اینکه این ملت دشمن خود را بشناسند. علامه اقبال چنین میفرماید: در جهان وابسته دینش حیات، نیست ممکن جز به آیینش حیات. ای که میداری کتابش در بغل، تیزتر نه پا به میدان عمل. فکر انسان بود پرستی بودگری، هر زمان در جستجوی پیکری. آدمیت کشته شد چون گوسفند پیش پای این بوتی ناارجمند. ای که خورده است زمینای خلیل، گرمی خون از صحبای خلیل.
بر سر این باطل حق پیرهن مثل ایشیا فاوندیشن تیغی ناموجود الا هو بزن جلوه در تاریکی ایام کن آنچی بر تو کامل آمد عام کن خطاب به طرف علما میکنه خطاب به طرف دانشمندان میکنه دانشمندایی که چوب نشستن سخن حق را نمیگوین زمانی که سخن حق گفته شود آنها حمله میکنن بر علیه سخن حق بر آنها خطاب میکنه و میگوید لرزم از شرم تو چون روزی شمار پرسدت آن آبروی روزگار حرف حق از حضرت ما برده‌ای پس شورا با دیگران نسپرده‌ای از توجهتان یک جهان تشکر السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته